بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. السلام علیکم طلبگان گرامی. میگذاریم درس هشتم را. در سه درس گذشته ما دیده برآمدیم که حرف ها چه خیل شکل خود را تغییر میدهند. موضوع امروزه ما سکون می باشد. خب ما میدانیم که فتحه، کسره، دمه در بالا یا در پایین حرف ها نوشته می شوند. بغیر از این حرکت ها در زبان عربی باز دیگر علامت های وجود دارند که در بالا و یا در پایان حرف ها نوشته می شوند. یکی از آن علامت ها این سکون می باشد. خب اکنون سکون چیست؟ چی وظیفه را اجرا می کند؟ برای چی نوشته می شود را ما در درس امروزه انشاءالله دیده می براییم. خب رفتیم. سکون این علامت است که فقط در بالای حرف ها نوشته می شود. و در بالای کدام حرفی که آید ما باید فقط حرف را تلفظ کنیم تمام. مثلا این حرف میم در وقت خواندن تلفظ می شود م و با فتح آید خوانده می شود م، با کسر آید می شود می، با ضم آید می شود مو. اکنون حرفی که در بالایش سکون دارد تنها خودش تلفظ کرده می شود تمام، یعنی س. این حرف فتح ندارد که س شود یا که کسر داشته باشد سی گویم یا که ضم داشته باشد سو شود. نه، این حرف یگان خیل حرکت ندارد. برای همین سکون آمده برای ما خبر می دهد که این حرف هیچ چیز ندارد. ما باید تنها خودش را تلفظ کنیم تمام. برای همون ما فقط در وقت خواندن تلفظ میکنیم س را. دیگرش جیم با کسره می شود جی، دیگرش دل با ضمه می شود که دو. و این کلمه خونده می شود مسجدو، مسجدو. و در وقت خواندن آواز آمده به بالای حرف های سکوندار زده کمی استاده باز دوام داده می رود. یعنی آواز میم با فتحه به بالای حرف سین می زند، می شود مس. کمی استاده یعنی این از یک ثانیه هم کمتر می باشد. کمی استاده باز خوانش را دوام می دهیم. مسجدو، مسجدو. دفترو، دفترو. مکتبو، مکتبو. خب حاضر ما به اجرای مشق ها می گذاریم و انشاءالله شما خوبتر می فهمید. می گذاریم به مشق یکم. در این مشق ما اینها را می خوانیم و شما کوشش کنید که با من تکرار کنید. خب رفتیم. بت، بت. در بالای حرف ت سکون آمده است و ما فقط ت تلفظ میکنیم. بت. دیگرش تث، تث. و چه خیلی که گفتیم در وقت خواندن آواز رفته در بالای حرف های سکوندار زده گذشته می رود. به مثل تث، تث. دیگرش تیب، تیب. دیگرش بوث، بوث. دیگرش ثیب، ثیب. یعنی حرف ب سکون دارد و سکون به ما خبر می دهد که این حرف تنها باید آوازش تلفظ شود. او هیچ خیل حرکتی ندارد که ما ب گوییم یا که بی یا که بو شود. او خالی می باشد و باید تنها آوازش تلفظ شود، یعنی ب. این همین چیز را سکون برای ما خبر می دهد و ما می خوانیم ثیب، ثیب. دیگرش جب، جب. شما هم تکرار کردن را فراموش نکنید. دیگرش جوث، جوث. دیگرش خیب، خیب. و خیلی که گفتیم آواز باید در بالای حرف های سکوندار زند. خیب، خیب. دیگرش حوت، حوت. دیگرش خود، خود. خا حرف سخت می باشد. دیگرش جز، جز. حرف ز سکون دارد برای همین تنها آواز او تلفظ می شود، یعنی ز.
و ما میخوانیم جز جز. و چخیلی که گفتیم آواز باید در بالای حرف های سکوندار زده گذشته رود. کلمه ما که با سکون تمام شده است و بعد از سکون دیگر حرف نیست، برای همین آواز زده می ایستد. جز جز. دیگرش زت زت. حرفی ز حرفی یک دسته می باشد، برای همین با حرف بعدی پیوست نمی شود. دیگرش دوب دوب. دیگرش ذر ذر. دیگر قسمش تش تش. دیگرش بس بس. آواز باید در بالای حرفی سکوندار زند. بس. دیگرش شیت شیت. دیگرش سش سش. دیگرش صبح صبح. دیگرش بس بس. حرف صاد آوازی ص دارد. ص. و ما میخوانیم بس بس. دیگرش بوم بوم. یعنی حرف ضاد اگر سکون داشته باشد همین طور تلفظ می شود. بوم. اگر در خاطرتان باشد ما گفته بودیم که وقتی که ما حرف ضاد را تلفظ میکنیم اول باید هوا در دهان ما کمی دم شود به مثل و بعد ما ضاد میگفتیم، یعنی اول هوا دم میشد و بعد ما زبان را میگرفتیم ضاد میشد. اکنون در اینجا حرف ضاد فتح ندارد که ما با گویم یا که کسره داشته باشد و ما تلفظ کنیم ضی. نه، در اینجا او سکون دارد و این معنی آن را دارد که ما باید تنها حرف ضاد را تلفظ کنیم و حرف ضاد اگر سکون گیرد تلفظ می شود که و می خوانیم بوم بوم. زبان را نمی گیریم. دیگرش تیس تیس. دیگرش توم توم. وقتی که ما حرف ضاد را تلفظ میکنیم نوک زبان باید در همان جایی که دندان ها به آخر رسیده کامی بالا شروع می شود در همان جا مانده دو طرف زبان به دو طرف کامی بالا و به دندان های کرسی از طرف درون می رسد. اول کمی آواز دم می شود. اگر حرف ضاد فتح داشته باشد ما زبان را گرفته ا می گوییم. با. اگر کسره داشته باشد زبان را گرفته ای می گوییم و می شود ضی. دم داشته باشد ضو. و اگر سکون داشته باشد ما زبان را از همین جا نمی گیریم و می شود و در وقت خواندن می خوانیم تو تو. دیگرش صب صب. دیگرش بط بط. دیگرش تذ تذ. دیگرش تض تض. یعنی حرفی ضا آوازش ض می باشد. ض. نوک زبان در بین دندان ها و پشت زبان برداشته می شود. ولی حرفی ذل باشد فقط نوک زبان در بین دندان ها هست و خلاص. هنگام تلفظ حرف ضا چخیلی که گفتیم باید پشت زبان برداشته شود. اگر پشت زبان را نبرداریم تلفظش به حرف ذل مانند می شود. یک بار دیگر می خوانیم تض تض. دیگرش ضب ضب. در اینجا ما ذیب نمیگیم، یعنی کسره ای تلفظ کرده نمی شود. در اینجا چخیلی که گفتیم 4 حرفی هستند که هنگامی که با کسره آیند
کسره آوازش از ای به ای تبدیل می یابد. حرفی ضا یکی از همین حرف ها می باشد. وقتی که کسره با حرفی ضا آمد باید آوازش ای شود. برای همین ما تلفظ میکنیم ضب ضب. دیگرش طب طب. حرفی طا هم از همان حرف های می باشد که هنگامی با کسره آید آوازی کسره از ای به ای تبدیل می یابد. می گذاریم به قسم دیگر. باع باع. حرفی عین آوازی ع دارد. دیگرش بیغ بیغ. دیگرش عب عب. شما توجه کنید که چه خیل آواز به بالای حرف های سکوندار می زند. عب عب. دیگرش غب غب. دیگرش بف بف. دیگرش تق تق. دیگرش فیت فیت. دیگرش قب قب. تکرار کردن را فراموش نکنید. دیگرش بک بک. دیگرش بل بل. دیگرش کب کب. دیگرش لب لب. دیگرش دم دم. دیگرش عن عن. دیگرش من من. قسمی آخران میخوانیم بو بو. دیگرش ته ته. دیگرش ته ته یعنی ح با گلو. دیگرش وب وب یعنی وی تاجیکی نه وب دندان ها در لبان نرسند. وب. دیگرش وس وس. دیگرش به به. توجه کنید که چه خیل آواز به بالای حرف های سکوندار میزند. به به. دیگرش قه قه. دیگرش حق حق. دیگرش هوش هوش. دیگرش وه وه. دیگرش بی بی. دیگرش بی بی. دیگرش یب یب. دیگرش وی وی. خب میگذاریم به مشق دوم. در این مشق ما این کلمه ها را میخوانیم و شما هم کوشش کنید که با همراه من تکرار کنید. خب رفتیم. یعلمو یعلمو. یعنی ما باید در بالای حرف سکوندار استیم. باز دوام داده می رویم. لمو. اگر ما خوانیم لمو نادرست می شود. حرف آوازش در بالای حرف عین زده می استد. یعلمو یعلمو یعلمو. دیگرش بار یکم و دوم ما آهسته می خوانیم. بار سوم و چهارم تیزتر می خوانیم. نبعثو نبعثو نبعثو.
نبعث. دیگرش یخرج. یخرج. یعنی آواز در بالای حرف خا زده کمی می ایستد و باز دوام داده می رویم. یخرج. یخرج. دیگرش بین. 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 دیگرش لیت. 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 دیگرش دفتر. دفتر. دف گفته آواز به بالای حرف سکوندار زده می ایستد کمی و باز دوام داده می رویم. دفتر. دفتر. یعنی در وقت تیزخوانی هم ما باید در بالای حرف سکوندار زده کمی ایستیم. دفتر. دیگرش ملبسو. 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 دیگرش نعبدو. 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 دیگرش مجرمو. 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 دیگرش کلبو. 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 دیگرش مسکو. مسکو. آوازی می در بالای حرف سین زده می ایستد برای آنکه حرف سین سکون دارد. میس و باز دوام می دهیم. مسکو. مسکو. دیگرش قلبو. 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 می گذاریم به قسم دوم. مجلسو. 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 دیگرش بیتو. 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 دیگرش مسلمو. 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 دیگرش قبرو. 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 دیگرش صیفو. 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 دیگرش رمزو. 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 دیگرش شرقو. 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 دیگرش وزنو. 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 دیگرش مغربو. 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 دیگرش صبرو. 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 دیگرش ظرفو. 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 خب ما فهمیدیم که سکون این علامت بوده است که فقط در بالای حرف ها می آمده است و در بالای کدام حرفی که آید ما باید همان حرف را فقط آوازش را تلفظ کنیم و دیدیم که چخیل آواز به بالای حرف های سکوندار زده کمی ایستاده باز دوام یافته می رفت. یک چیز دیگر را در خاطرتان دارد که سکون هیچ وقت در بالای حرف یکم نوشته نمی شود. سکون می تواند در بالای حرف دوم نوشته شود، در بالای حرف سوم آید، چهارم، پنجم و غیره، ولی نمی تواند در بالای حرف یکم نوشته شود. برای چی؟ برای آنکه ما گفتیم که آواز باید به بالای حرف سکوندار زند. برای مثال مسجدو، یعنی میم با فتحه ما، همین آواز باید به بالای حرف سکوندار زند، یعنی به بالای حرف س. می شود
مس. انکنون اگر سکون در بالای حرف یکم آید، پیش از حرف یکم دیگر حرف نیست، یعنی یگان خیل آواز نیست که آمده به بالای حرف یکم زند. از همین سبب سکون در زبان عربی هیچ وقت در کلمه در بالای حرف یکم نوشته نمی شود. به همین موضوع امروزه به آخر می رسد. می گذاریم به وظیفه خانگی. یکم، به این دو سوال جواب دهید. سوال یکم، سکون چیست؟ سوال دوم، طرز درست خواندن سکون چی طور می باشد؟ دوم وظیفه، این درس را یعنی درس سکون را از اولش تا آخرش یک بار دیگر تماشا کنید. فردا یا پس فردا در آمده یک بار دیگر این درس را تماشا کنید. چون که وقتی که شما دوم بار سوم بار تماشا میکنید شما درس را خوبتر میفهمید. وظیفه سوم، این کلمه ها را از اولش تا آخرش 3 بار خوانید. درس امروزه به آخر رسید. تا درس آینده السلام علیکم.